در مورد مزوتراپی من خیلی شنیدم. مزوتراپی رو میخواین راجع بهش؟ بله حتما. اتفاقا در همین جا مزوتراپی هم جزء همین جاست، چون در حقیقت جزء لوکال تراپیمون محسوب میشه. مزوتراپی میشه گفت تقریبا روش درمانی جدیدی هست که میان از یه سری داروهایی که در حقیقت اینها همون برمیگرده به همون گفتیم که کمک کنیم به ساخت کلاژن، کمک کنیم به پیشگیری از دژنراسیون کلاژن ها و الاستین ها. یه سری داروها در طیف‌های مختلف، مثلا داروهایی هست که شامل ویتامین های A، C، D، E، K، همه این ویتامین ها باز در تشکیل اون کلاژن مؤثر هستند. میایم اینا رو به زیر پوست در به داخل درم اینا رو میفرستیم با روش‌های مختلفی، حالا من بعد بهشون اشاره میکنم. از این کرمای عادی مزوتراپی چیزی نیست که ما بمالیم به صورتمون از طریق نه، اینا داروهایی هستن، اونو که خب صحبت کردیم که داروهای هست. در مورد داروها، حالا اینها ترکیباتی هستن که تولید میشن تحت داروهای مزوتراپی، تحت داروهای بله. و اینها در حقیقت حالا در قدیم خب تزریق میشدن به داخل درم، همین الان هم استفاده میشن، ولی الان روش های جدیدتر و اینکه کمتر درد داشته باشن، مثل اینکه اون میکرونیدلینگ هست که بعد از میکرونیدلینگ که انجام میشه، چون هزارها سوراخ روی پوست هست، در واقع این داروها رو میشه استفاده کرد، به داخل ناحیه درم میرن و اثر بیشتری دارن. ببینید اگر اینها رو ما میخواستیم به صورت سیستمیک استفاده بکنن، خب اینا باید میرفتن و اون عوارض خودشون رو داشتن و باید از سد کبد و روده و اینا عبور میکردن که جذب سلول ها بشن. ولی الان با مقدار خیلی کمتر و با اثرات بیشتر در واقع ما میایم اون داروها رو به اون تارگتی که میخوایم که در واقع درم هستن و مقدار کمتر و بدون عوارض کمتر این کار استفاده. یه سری دیگه شون شامل مثلا امینو اسیدها هستن، یه سری دیگه داروها شامل مینرالوئیدها رو دارن، مثلا مگنزیوم دارن، سدیم دارن، پتاسیم، کلسیم. همه اینها گفتیم که در ساخت کلاژن و اون جوانتر کردن پوست، در واقع اون افزایش الاستیسیته شادابی پوست دخالت دارن. در واقع اینها و یه سریشون داروهایی هستن مزوتراپی که به عنوان ضد لک استفاده میشن، برای تیرگی زیر چشم مثلا استفاده میشه، برای لکه‌های پوستی که هست استفاده میشه. در واقع اینا تارگتشون اون سلول‌های پیگمانت، سلول‌های ملانوسیت داخل پوست هست که استفاده میشه. یه سری دیگه از اینا هست که در حقیقت برای رشد مو استفاده میشه. اینها داروهایی هستن که شامل فاکتورهای رشد هستن، گروث فاکتورها هستن، باز همین مینرالوئیدها هستن که باید کمک میکنن به رشد مو. اینه که در رشد مو و ریزش مو دقیقاً خیلی کمک خواهند کرد، حتی برای افرادی که کاشت مو انجام میدن، بعد از اون انجام میشه همراه با اون، بدون اون برای کسایی که ریزش مو دارن انجام میشه. اینه که الان مزوتراپی دیدید که طیف خیلی وسیعی دارن، ترکیباتشون اینها هستن و استفاده میشه که در حقیقت اثردهی درمانمون رو بالاتر ببرن. خب در مورد مرحله بعدی من فکر میکنم میخوایم راجع به بوتاکس صحبت کنیم، چون من میدونم خیلی ها این روزها استفاده میکنن برای تزریق بوتاکس، به خاطر به خصوص برای پیشونی و خطایی که رو پیشونی میفته. میخواین راجع به اثرات بوتاکس یا اثرات منفی آیا داره، راجع به بوتاکس کلا صحبت کنیم که چه سنی باید میشه شروع کرد، هر فاصلهش فقط چقدر باشه، مقدارش مهمه که باید به حواسون باشه که چند یونیت میزنن، باید بدونیم خودمون یا نه. بله خیلی خوبه. به یک مبحث تقریبا اصلی میشه گفت همینجا رسیدیم که چون خب خیلی میدونید الان بوتاکس خیلی پاپولار هست، خیلی افراد هستن که استفاده میکنن و ما هم توصیه میکنیم. و الان واقعا آمارهایی که میاد اینه که در صدر اعمال جراحی زیبایی، در واقع میشد صدر اون پروسیجرهای زیبایی در صدر قرار داره تزریق بوتاکس و خب تقریبا شناخته شده هست و داره استفاده میشه. من همینجا اشاره کنم که چی هست، یه تاریخچه از اینو بگیم و بریم اون سوالاتی که شما فرمودید رو بتونیم جواب بدیم. در واقع بوتاکس نام تجارتی اون توکسین بوتولینیوم هست که در حقیقت از باکتری ایجاد میشه، با استفاده از باکتری ها ایجاد میشه
در واقع میشه گفت بوتاکس زنده نیست، در واقع میشه گفت یه نوع پروتئین هست که توسط اون باکتری هایی که سم بوتولینیوم رو ایجاد میکنن تهیه میشه. اولین استفاده هایی که شد از این بوتاکس در واقع برای مصارف چشم پزشکی بود. در واقع اون موقع استفاده کردن، دیدن که چون باعث ریلکسیشن عضلات میشه در کسایی که کراس آی داشتن، یه مقدار دید بیناییشون خوب یا نیستاگموس داشتن، مشکلات چشمی داشتن، در اول استفاده شد و بعد از اینکه دیدن که توی این بیمارها که استفاده میکنن حالا اون مشکلشون رو که بهتر میکنه، دیدن که خب باعث میشه چروک ها هم کمتر بشه. اینه که یک چشم پزشک کانادایی بود اولین بار به اسم آقای دکتر جین، توی ونکوور هم بوده، که در حقیقت تئوری استفاده از بوتاکس رو در حقیقت کاسماتیک به زیبایی انجام دادن و از اونجا تقریبا شروع شد که در حقیقت میشه گفت این کار که بوتاکس انجام میشه در واقع میاد باعث ضعیف شدن اون عضله میشه، باعث ریلکسیشن اون عضلات میشه و این در اون عضلات خاصی که تارگت هست زده میشه باعث میشه اون جریان عصبی رو که به عضله میرسه به صورت موقت. خوبی این هست، این دارو این هست که همه چیش به صورت موقت هست، هیچ چیز دائمی وجود نداره و باید این دارو خب طبیعتا تکرار بشه. اگر استفاده بشه هر 6 ماه و در بار اول که زده میشه بعد از 3 تا 4 ماه باید توصیه میکنیم حداقل توی دوره 2 سال و نیمه حداقل 4 بار تا 5 بار این استفاده بشه که در هر بار که استفاده میشه در حقیقت موارد درمانیشو من خدمتتون بگم، الان غیر از زیبایی موارد دیگه هم در پزشکی داره. علاوه بر اون مسئله که گفتیم در چشم پزشکی استفاده میشه، بوتاکس رو الان به اصطلاح نورولوژیست ها، متخصصین اعصاب استفاده میکنن در کسانی که اون اسپاسم های عضلانی دارن استفاده میشه، گرفتگی عضلانی دارن استفاده میشه. به اضافه این که متخصصین گوارش هستن، کسایی که باز اسپاس در مسیر اون بلعشون وجود داره استفاده میشه. حتی برای بچه‌هایی که اون در رابطه با اسفنکتر آنالشون مشکل دارن، دچار درد هستن، طیف وسیعی از استفاده ها رو داره. خب بوتاکس اثرات شما فرمودین که برای کسی که اولین بار شروع میکنه باید فاصلش کمتر باشه، درسته؟ یعنی در 2 سال و نیم گفتین؟ بله، اولین بار که زده میشه معمولا باید بار بعد، معمولا 3 تا 4 ماه بعدی که ما توصیه میکنیم. در واقع وقتی که استفاده میشه اون چروک ها برطرف میشن، یعنی بعد از 48 ساعت اثراتش شروع میشه و تقریبا تا 2 هفته اثرات خودش رو به صورت کامل نشون میده. یعنی اینکه چروک ها جایی که استفاده میشه مثلا برای چین اخم هست، یکی از مواردش برای چین اخم هست که باعث میشه اون عضله‌ای رو که باعث اخم میشه اونو یه مقدار ریلکس کنه و این چروک آزاد بشه. از چه سنی میشه شروع کرد؟ در واقع میشه گفت که بستگی داره که احتیاج دارن. دقیقاً سن خاصی رو واقعا ما نمیگیم، کما این که معمولا خب در سنینی هست که خب تقریبا چروک ها دارن ظاهر میشن ابتدای، ولی واقعا هر شخصی رو که بدونیم چروک داره که به خاطر در حقیقت اون عضلات ایجاد، چون میدونید که چروک ها رو ما به 2 دسته تقسیم میکنیم. همینجا برگردم به اون روش تشخیصی که خدمتتون گفتم خیلی مهم هست. چروک ها به 2 دسته کلا تقسیم میشن. رینکل ها یه دستشون داینامیک هستن. داینامیک ها اونایی هستن که در حالت عادی ممکنه دیده نشن، ولی وقتی که شخص اخم میکنه یا ابروهاشو بالاتر میبره اون توی ابروش ایجاد میشن، یا موقع خندیدن، موقع حالات صورت که تغییر میکنه اینها ایجاد میشن، چون در حقیقت با انقباض عضلات هست که ایجاد میشن. اینها بهترین، این چروک های داینامیک بهترین تارگت هستن برای بوتاکس، چون باعث میشه اون عضله ریلکس بشه و این چروک ها برطرف بشه. یه سری چروک ها نه، به صورت داینامیک نیستن، مثلا این خط نیزولیبیال، خط خنده یا خط ماریونت، خط اندوه، اینها میبینید که در واقع هستن همیشه. اینا خب درمانشون مثلا درمانش بوتاکس نیست. باز اینا برمیگردیم مثلا اگه چین نیزولیبیال خط خند خیلی عمیق باشه، خب برمیگردیم که مثلا استفاده از فیلرها باید اینجا انجام بشه، یا برمیگردیم با استفاده از لیزر یا اون رادیو فرکانسی میکرونیدرینگ که گفتیم انجام بشه.
که حالا در موردش خواهیم رسید. من فکر میکردم 10 دقیقه بیشتر ما صحبت نکردیم، ولی از استودیو برای ما اشاره میکنن که چند دقیقه بیشتر وقت نداریم. من در مورد بوتاکس یه سوال دیگه هم داشتم که ممکنه بعد از استفاده زیاد اون عضله به خصوص روی پیشونی، من کانسرن هستم، عضله از بین بره و بیفته و هیچ کارش نشه کرد؟ نه اتفاقا سوالیه که خب خیلی از مراجعه کننده از ما میپرسن که آیا اگه بوتاکس بزنیم بعد نزنیم آیا اینا بیشتر میشن؟ نه، به هیچ وجه بیشتر نمیشن. هر موقع این بوتاکس استفاده میشه در واقع چون پیشگیری میکنه این چروک‌ها هی کمتر میشن. هر دفعه که بعد از اون دوره زمانی که دوباره تکرار میشه میبینیم تعداد چروک‌ها کمتر میشه، که حتی بعد از یه دوره طولانی خیلی تعداد این چروک‌ها کمتر شده. اینه که ما توصیه میکنیم حتما کسایی که دچار این چروک‌های پیشونی، چروک‌های خط عقل، چروک‌های دور چشم که تقریبا به خطوط پنج کلاغی معروف هستن، با خنده ایجاد میشن. بله، اون چروک‌هایی که روی بینی هست، بانی لاین بهشون میگیم، که با خندیدن مثلا روی بینی ایجاد میشن، استفاده بشه. همچنین استفاده های دیگه ای داریم، مثلا یه خنده بعضی افراد دارن که در حقیقت وقتی میخندن گامی اسمایل بهش میگن، لثه‌شون پیدا هست. باز در اینها میتونیم ما با یک روش غیر تهاجمی با استفاده از این که اون عضلات رو تارگت کنیم و این بوتاکس تزریق بشه، اون لثه هاشون، اون خنده گامی اسمایلشون از بین بره. به اضافه حالا موارد دیگه هست غیر از زیبایی، مثلا در تعریق ما میتونیم استفاده کنیم که الان تایید شده هست برای زیر بغل، برای دست و پا استفاده میشه، تعریق رو کم میکنه و برای سردردهای میگرنی هم بسیار مؤثر هست. بله، متاسفانه باز به پایان برنامه رسیدیم و به PRP و فیلر و سوالای دیگه هم نرسیدم. من فقط یک بار نشون بدم که کلینیک لیزر پوست و زیبایی زیبا در تورنتو هست. بله، باز شده. در مجله شهر ما میتونین اینو ببینین. اگر سوالی داشتین میتونین تلفنی که روی صفحه میبینین زنگ بزنین یا از ما بپرسین. آقای دکتر خوشبختانه تا 22 اپریل تشریف دارن در تورنتو. حتما برای کانسالتینگ، برای مشاوره حتما زنگ بزنین و برین صحبت کنین باشون. ما البته این برنامه ها ادامه داره به طور زنجیره‌ای و راجع به مسائل دیگه هم سوال خواهیم کرد. یک وبسایت رو هم به ما گفتن، من وبسایت رو اینجا زیبا استتیکس عجیبه. آره، زیبا استتیکس. بله، زیبا استتیکس. بله، zibaesthetic.com. بله. همچنین صفحه اینستاگرام هست و همین اسم زیبا استتیکس. آره. بهترین روش الان فعلا اینه که زنگ بزنین به اون تلفن اگر سوالی دارین یا وقتی میخواین بگیرین برای مشاوره. این برنامه ما به صورت زنجیره ادامه داره. در برنامه بعد راجع به مسائل دیگه، چون خیلی زود وقت برنامه‌مون تموم شد. بازم با سپاس از شما آقای دکتر که وقت گذاشتین و ازتون میخوام قول بگیرم که حتما با ما باشید تا راجع به مسائل دیگه و مسائل زیبایی دیگه که همه منتظرم بشنوم باهاتون حتما. من در خدمت شما اگر صحبت خودتون دارین در آخر حتما لطف کنین. خواهش میکنم. من در خدمت شما و بینندگان گرامی هستم، هم در برنامه‌ها که بتونیم ان شاءالله اطلاع رسانی خوبی بشه به سوالات زیادی که من میبینم از من میشه. مراجعه کننده‌های زیادی هستن که این سوالا رو دارن، همین که ان شاءالله بتونیم که با افتتاح مرکز اون زیبا مدیکال استتیکس که سعی کردیم که جدیدترین تکنولوژی، جدیدترین دستگاه‌ها آورده بشه، انشالله کمکی بکنه به نیاز تمام. بله. تمام سرویس ها تحت نظر خود آقای دکتر همایون زهتاب که فوق تخصص جراحی پلاستیک هستن از ایران، دانشگاه تهران انجام میشه، و خانم مهشید سراجی که دکترای از ایران و کانادا دارن و پزشکان خانواده فارغ التحصیل کانادا. تمام اینا تحت نظر این متخصصین انجام میشه. تمام سرویس های این کلینیک پوست و زیبایی زیبا، همونطور که گفتم تلفنشون رو صفحه هست. آقای دکتر هم تا 22 اپریل اینجا تشریف دارن، میتونین وقت بگیرین برین دیدنشون. در ضمن این برنامه‌های ما رو در شبکه ITC از جلویز و ITCTV.net از .ca از خود کانال خودمون، از باکس جادو و همینطور یوتیوب فراموش نشه، youtube.com/ITCTV. تمام این برنامه‌ها رو اونجا خواهید دید. صفحه فیسبوک ما و اینستاگرام ما رو هم فالو کنید. مجددا با سپاس از آقای دکتر همایون زهتاب و با سپاس از شما عزیزان که بیننده این برنامه بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. ارتباط مستقیم